یکی از دوستام دیروز اومد پیش من، بعد گفت که فاطمه خیلی از آدما بهم حسادت میکنن، نمیدونم باهام بد برخورد میکنن، پشت سرم حرف میزنن یا وقتی منو میبینن یه جور بد بهم نگاه میکنن. میخوام بهتون بگم که ببینید شما وقتی توی زمینه پیشرفت میکنید، چه از لحاظ درسی، چه از لحاظ مجازی، چه از لحاظ کاری، حتی از لحاظ زیبایی، خب کلا تو هر زمینه‌ای که شما یه سری پیشرفت داشته باشی، مسلما هر چقدر انسان خوبی باشی و سر طولاکی خودت باشه، یه سری آدما پیدا میشن به خاطر اینکه نتونستن اون جایگاه شما رو به دست بیارن یا مثل شما باشن، یه سری حرفا پشت سر شما میگن، نمیدونم به هر حال یه جوری میخوان عقده‌هاشون رو خالی کنن. پس اگه دیدی پشت سرت حرف زیاده یا نمیدونم اصلا تو میگی فلانی چقدر خوشگله، خب بعد میگی که این با فیلتر و ادیت اینجوریه، قشنگ نیست، نمیدونم اینجوریه، ببین خب همون شخصی که الان به شما میگی شاید واقعا زیربنای چهرهش اینقدر قشنگ هست که وقتی فیلتر میزنه ما قشنگ میشه، وگرنه شما برو یه فیلتر بزن. نمیدونم وقتی یه نفر یه سری درخواستا بهش میدن اون کارا رو انجام نمیده، شما سعی نرو پشت سرش یه سری حرفا بزن بگو که اینجوریه اونجوریه. خب از سر حسادت لطفا همدیگه رو خراب نکنید.